پایان فوجیه‌باری حکومت نیمسره بشار اسد به معنی تغییر بزرگ در توازن قدرت در منطقه است. ترکیه به عنوان یک پشتیبان عمده گروه از مخالفان و جهادیانی که بشار اسد را برکنار کردند برد کرد. ترکیه غالب مطلق به نظر می رسد. ایران به شبهه باخت و روسیه هم به یک طرف تیله داده شد. گروهی تحت پشتیبانی ترکیه، ارتش ملی سوریه که چون ارتش آزاد سوریه هم مشهور است، در سرنگون کردن بشار اسد نقش داشت. ولی هجوم ناگهانی شورشیان با رهبری گروه هیئت تحریر الشام که امریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند شروع شد. به اندیشه تحلیلگران این نکته هم ترکیه را از آینده سوریه نگران کرده است. من می ترسم که ترکیه نظارت را از دست می دهد. مشکل همین است. زیرا آنجا تنها گروه ارتش آزاد سوریه نیست. گروه های زیاد دیگری رادیکالی هستند آنجا. کی و چه طور می تواند آنها را باز دارد؟ ترکیه نمی تواند و این مشکلی بزرگ است. ترکیه سالهای زیاد منطقه ایدلیب را که پایگاه گروه هیئت تحریر الشام بود پشتیبانی و حمایت می‌کرد. تحلیلگران حدس می‌زنند که اگر پیشنهاد اخیری رهبریت این گروه که به تشکیل حکومت فراگیر سوریه دعوت دارد قبول شود، انقره می‌تواند نفوذ خود را در اینجا نگه دارد. اگر به پراگماتیسم یا عملگرایی برتری داده شود، ترکیه و انقره به کمک می‌شتابند. انقره بی‌شبهه از سوی رهبران سوریه چون یک نیروی مثبت و فایده آور مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا ما اینجا در ترکیه بیش از 5 میلیون سوریگی را قبول کردیم و ترکیه همچنین برای حمایت ادلیب کمک کرده است. حقان فیدان وزیر کارهای خارجی ترکیه در همایش بین المللی دوحه وعده کرد که کشورش برای تأمین امنیت حکومتی از نگاه سیاسی فراگیر سوریه کمک خود را دریغ نمی‌دارد. ثبات در سوریه همچنین کلید برای رسیدن انقره به هدف، یعنی به وطن خود برگردانیدن میلیون ها پناهنده سوری است که حالا در ترکیه کار و زندگی دارند. زیرا ناراضگی مردم در این کشور از حضور پناهنده ها افزایش یافته است. به نظر تحلیلگران تحکیم موقع ترکیه در مرزهای خودش انقره را به یک میانروی مهم برای امریکا و حکومت نو ترامپ تبدیل می دهد. حکومت ترامپ احتمال ترکیه را همچون یک شریک مهم استراتژی به نظر خواهد گرفت تا اینجا را نگه دارد. اگرچه آنها چندان به اتحاد و همکاری علاقمند نیستند، می توانند همه کاری وابسته به مذاکرات با هیئت تحریر الشام را به دوش ترکیه گذارند. به این ترتیب همه نشانه ها بیانگر آن است که ترکیه به عنوان یک برنده ظاهر می شود و آن هم در حالی که مردم سوریه سرنگون شدن بشار اسد و پایان دولت 50 ساله یک خانواده را جشن می گیرند. آن می تواند پای منفعت خود باشد. سقوط ناگهانی یک نظام بیانگر آن است که چطور وضع در منطقه می تواند به زودی تغییر یابد و آینده سوریه و نقش ترکیه در آن امروز بیشتر از هر وقت دیگر ناروشنند.